خسته نباشید بچه‌ها. یک سرای 12 اینچ جوش خورد 60 70 18 60 70 18. اینم که 12 به 8. آره 12 به 8. جالبی ماجرا اینه که ناظر اومده، سرپرست کارگاه اومده میگه چرا اینو از داخل با 613 زدی؟ میگم بابا اینو با داخل من با 613 نزدم، اینو از بیرون با 16 زدم. باور نمیکنه، لج کرده بود. میگم نه آقا این جوش زنجیری بافته قشنگ، این مشخصه که از داخل شما گرفتی اینو با 613 زدی. اینجا دو تا سرپرست ناظر و مسئول فنی خودمون توضیح که بهش دادن دیگه گوشیشو جوبید و رفت، بی صدا رفت دیگه، هیچ اقراری نکرد. خیلی جالب بود. خب ممنون.